جایزه ماهرترین خلبان جهان به ایشون تعلق میگیره. خلبان اسکات برک در یکی از پروازاش متوجه میشه که چرخهای جلوی هواپیما کاملا گیر کردن و در صورت فرود اومدن تو این شرایط قطعا هواپیما دچار انفجار میشه و مسافرها جونشون رو از دست میدن. تو این شرایط وحشتناک کمک خلبان هم دچار پنیک شده بود و خلبان اسکات مجبور بود کنترل هواپیما رو خودش به تنهایی انجام بده. خلبان اسکات در این لحظه یه تصمیم فوق العاده میگیره. اون تصمیم گرفت هواپیما رو 2 ساعت تو هوا نگه داره تا سوخت هواپیما به کمترین حد ممکن برسه و موقع فرود دچار انفجار نشه. جالبه که در طول پرواز تمام شبکه‌های خبر داشتن لحظه به لحظه شرایط هواپیما رو گزارش می‌کردن و مسافرها هم از داخل هواپیما گزارش رو می‌دیدن و فکر می‌کردن که جونشون رو از دست میدن. ولی خوشبختانه ترفند خلبانمون جواب داد و هواپیما با موفقیت فرود اومد. با این کار خلبان اسکات جون 124